بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. و زنان مشرک را تا وقتی که ایمان آورند نکاح نکنید که نیز صاحب ایمان واقعا از زن آزاد مشرک بهتر است اگرچه شما را به شگفت آورد. به مردان مشرک تا وقتی که ایمان آورند دختران خیش را به نکاح ندهید. غلام مسلمان واقعا از مشرک آزاد بهتر است اگرچه شما را به شگفت آورد. این مشرکان شما را به سوی آتش فرا می‌خوانند و خداوند شما را به اراده خود به سوی بهشت و آمرزش فرا می‌خواند و برای مردم آیات خیش را بیان می‌کند تا باشد که ایشان پند بگیرند. و یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. از تو در مورد عادت ماهوار زنان میپرسند. بگو این حالت پلیدی و اذیتی است، بنابراین از زنان در وقت عادت ماهوارشان خود را دور بدارید و تا خوب پاک شوند به ایشان نزدیک نشوید و چون پاک شدند می توانید در جایی که خداوند به شما دستور داده است به ایشان پیش شوید. به تحقیق که خداوند توبه‌کاران را دوست می دارد و نیز پاکان را دوست می دارد.